یخچال ساید بای ساید میاد تلویزیون تبلیغ میکنه به چه عظمتی آقا، هر کسی قدرت خرید نداره. بعد دختری وارد میشه، چقدر 2 متر از کجا میارن اینا رو، چقدرم زیبان. من بگم که خود تصویرسازی ذهنی بکنی واقعا. با اشوه وارد کادر میشه، در یخچال باز میکنه، دوربین میده تو یخچال، میوه های استوایی یه دونه برمی داره، گاز میزنه، بعد شروع میکنه دیالوگ. از وقتی که ساید بای ساید خوشبختم. نگاه میکنه غذاها، میوه ها، شیرینی ها چیده شده تا خرطناق یخچال. وقت در عالم واقع شما میری در یخچال خونتون رو وا میکنی، اول از همه یه قابلمه برنج مال 3 شب پیش رو پات میفته. تو خونه هممونم هست، کی این مورد مصرف داره من نمیدونم. جا میوه‌ای میکشی بیرون، عوض میوه پر بادمجون و کدو گوجه و از این حرفا. تو جا تخم مرغی هم عوض تخم مرغ پر قرص شربت و شیاف. 4 تا تیکه زغال گذاشتن ته یخچال، بوی این یخچال دیگه بو نداری بدبخت.